در شهر خوجند تطبیق لایحه شهر بخطر آغاز می شود. از ماه اپریل سال روان در شهر خوجند تطبیق لایحه شهر بخطر آغاز خواهد یافت. در این باره امروز ضمن نشست مطبوعاتی در وزارت کارهای داخلی کشور اطلاع داده شد. برای نظارت حرکت واسطه‌های نقلیات، نظام اداره‌کنی ویدیویی، وصل تجهیزات‌های ویدیویی برای نقلیات کارمندان میلیسیا و دیگر تدبیرهای بخطری در شهر 20 میلیون دلار پیش بینی شده. عین زمان 90% کارهای این لایحه به انجام رسیده است. ذکر گردید که توسط شهر بخطر در سال 2024 بیش از 27000 حالت ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه ثبت شده است. طور سردار ریاستی بازرسی دولتی اتومبیل رستم میرزا مرادزاده گفت رانندگانی که قاعده‌های حرکت در راه ماشینگرد را ویران نمودند از جانب شهر بخطر به مبلغ 32 میلیون 446,814 تومانی جریمه بسته شدند. خبر و دیگر مطالب جالبی ما را در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام پیگیری نمایید و ابونه شدن را فراموش نکنید.